سلام دوستان، سارمی هستم، مربی آموزش رانندگی. امروز میخوام درباره نقطه کور در ماشین توضیح بدم براتون. نقطه کور کجا هست و چی هست. خب بریم تو کلیپ کامل براتون توضیح دادم. امیدوارم که براتون مفید واقع شده باشه. حالا نگاه، من الان آینه سمت چپم، آینه راننده رو میگیرم. خب کسی رو نمیبینم، من تو آینم میام آینه سمت شاگرد، آینه سمت شاگرد هم کسی رو نمیبینم. خب حالا پیاده بشیم ببینیم نتیجه چیه. نگاه میکنید، اگر نگاه کنید ما الان 2 نفر بغل ماشین و پشت ماشین داریم. به این میگن نقطه کور. دقیقا اگر توجه کنید پشت ماشین به فاصله 3 متری ما 2 تا مانع وجود داره. این نقطه کوری که ما از تو آینه ندیده باشیم. حالا بریم تو ماشین ببینیم نقطه کور رو میتونیم پیدا کنیم یا نه. خب ما اگه برگردیم از شیشه عقب نگاه کنیم، الان نقطه کورمون رو قشنگ مشاهده میکنیم که یه وسیله یا آدم یا موتوری بغل اون سمت چپ اون هست. همینطور سمت راست اون رو اگر برگردیم عقب نگاه کنیم، دقیقاً یه وسیله، یه ماشین یا یه آدم رو میبینیم که تو نقطه کور ما قرار گرفته. میبینید این هم نقطه کور سمت راستمون. این شد نقطه کورهای ماشین ما.